این خانواده ایرانی با 1000 مار سمی زندگی میکنن. تصور کن زیر بالشت زیر فرشاد پر از مار سمی باشه، خوابت نمیبره که. این البته وضعیت هر روز خانواده آقای خداداد مروتیه که ایشون توی گوشه گوشه خونش مار سمی و غیر سمی داره. دیگه بدترین ماری که نگه میداره افعی شاخداره که اگه بزنه در جا آدمو خشک میکنه. البته دیگه ذات مار نیش زدنه و بارها آقای مروتی و خانواده‌اش رو نیش زده و همچنان هم میزنه. کجای اسکر که ببینی مارها بهت خیانت کردن دیگه یکی دیگر رو میزنن. ولی اینم بگم زهر هیچ ماری به بدن خانواده مروتی کارساز نیست و این عزیزان خیلی راحت در کنار مارها زندگی میکنن. علت کارساز نبودن زهر مارم خودشون نمیدونن، میگن از گروه خونمونه انگار. خلاصه بهشون غذا میدن، پرورش میدن. حالا علت پرورش مار چیه؟ اول اینکه خب از زهر مار کسب درآمد میشه کرد، اونم به میزان زیاد، چون زهر مار برای داروسازی خیلی مهمه. بخشی از مارهای در حال انقراض با هماهنگی محیط زیست نگهداری و بعد از جفتگیری آزادسازی میکنن. حالا یا عشق یا هر چیزی که اسمش میشه گذاشت درآمد داره دیگه. خود آقای مروتی میگه از بچگی باشون خو گرفتم، تنها مشکلی هم که نگهداری از مار براشون به وجود آورده دور شدن اقوام فامیلی، که به نظر من این اصلا مشکل نیست. خیلی بهتر آقا جان. اتفاقا اینقدری که فامیل سمیه و مار سمی نیست. جالبه بدونی آقای مروتی دختری پسرم داره که از قضا دخترش مثل خودش نترس شده و با مار بازی میکنه، ولی پسر ظاهرا نه. یعنی خداوکیلی مار رو من 100 متری میبینم فرار میکنم. کیا مثل من از مار میترسن؟ دوست دارم یک جمله خانواده آقای مروتی رو مهمون کنید این پایین. دافظ شما.